سلام داملا حاجی میرزا. الحال من یک 3-4 زن از زمین بیرون همین مکتوب دادن، من برای شما خوانم که از راه دور آمدن. راستی از شنیدن نام شما اظهاری و خوردن داشتیم، ما را با دیدن دیدار شما خدای تعالی مناسب گردانید. ما 2 نفر زن از دوشنبه نایه حصار دهه اسکیچ خب چینی نیسا و گل نیسا و زدردیدگان خلق کولا حال پرسی و خیر کردن آمدیم و فهمان آن شدیم که با این مسجد امروز به نماز جمعه با قدم مبارک شما قدم رنجه کردیم و از شما یک دعای نیک طلب داریم. برای زنها نماز جمعه رواز. دوم، زن به سر قبرستان رفتن ممکن است یا نه؟ برای دعای فاتحه. خدا شما را تنی صحت و عمر دراز و خدا عفت شما را باز هم بلند و خدا شما را از جمله همون زنهای گرداند که همیشه در راه خدا و در راه رسول باشه. خواهرای عزیز و مادرای عزیز، راستی بار در نماز جمعه اشتراک زن خیلی مفید است، خیلی مفید است. اگر زن در نماز جمعه اشتراک کند، شما همچنان چگونه که ببینین اکثر مردم ما که خوبی ها را از نماز جمعه یافتند، بهبودی ها را از نماز جمعه یافتند، بسیاری از نافهمی هاشون فهمایش در نماز جمعه یافتند. اگر خواهرای ما هم که برای اونها یگان شرایط و یگان امکانیت آماده میشد و اونها در نمازهای جمعه اگر اشتراک میورزیدند، این خیلی برای بهبودی این جامعه ما و برای برپا کردن عائله سالم بسیار نقش کلان میبازید. برادرای عزیز، قسم به نام خدا که بنهایت در جامعه و در بنیاد عائله سالم وقتی که اونها از این گفته ها و از سخن خدا و رسول آگاه میشوند، بنهایت بهبودی پیدا میشد. اونا چقدر باز جدی تر می شدن، چقدر باز پاک تر می شدن. دیگر این آوازه ها گم می شد که فلانی در نبودن شوهر خود خیانتی به شوهر کرد، فلانی در حالت شوهر بودن با فلان مرد بیگانه مقصد روبرو شد، فلانی شوهر خودش را در دهنش حقارت داد، فلانی خسر و خوشتامنی خدا فلان گفت. همه این دردها گم بشدند اگر وقتی که اونها این صداها را میشنیدند، این سخنهای خدا و رسول را میشنیدند. زیرا خدا در قرآن میگه و ذکر فان ذکر تنفع المؤمنین، شما به گوش بنده های خدا رسانین سخن خدا را، برای اونها نفع و فایده کلانی دارد. ولی از بس که امروز این امکانیت و این شرایط برای خواندن نماز جمعه برای زنها که نیست، مادرها، خواهرها و برادرها، شما همیشه دعا کنید که خداوند این شرایط و این حالت برای زنها موفق گرداند. بسیار خوبی ها دارد. من جانبداری هستم که حضور اونها بهبودی برای مردم تاجیکستانی ما، برای پارچه زمین تاجیکستانی ما، برای دین ما، برای عائله، همه جانب فایده دارد. دوم، زن به سر قبرستان رفتن اجازت است یا نه؟ اکنون این خیلی از خواهرای عزیز که اگرچند بسیاری از خواهرها تلفن میکنن که ما از فلانی پرسیدیم به سر قبر رفتن اجازت است، به سر قبر رفتن زنم اجازت است. من برای شما میگویم که قول متأخرین هم وجود دارد. خواهرای عزیز، از بس که امروز مردهای ما زیارتی درست نمیتونند، مردهای ما امروز در زیارت میلنگن، مردهای ما امروز میبینی چه ناجایز بودگی عملها را در حالتهای زیارت اجرا میکنن. کجا جای زنهایی که عالی تا حال از حدیث و آیت قرآن کلا درک ندارن. این بندهایی که امروز هر روز آیت قرآن و حدیث پیامبر طرز درستی زیارت برای اونا گفته میشود، اینا وقتی میبینی میروند هر گونه شرکیات و هر گونه گویم خرافات و هر گونه نادرست در اطراف قبرها زیارتهای خود نشان میتین. زین خاطر با طریق اولا خواهرای عزیز، شما
در خانه هاتان باشین، خواه شوهر تای، خواه پدر تای، خواه دادر تای، آقای دعای تر خدای مهربان برده به روح او میرساند. شما هم خانکاتان دا باشین، از خانه هاتان دعا کنین. رفتن شما به سر قبر ناجایزه، زیرا که باز دلی زن، باز رفتی زن خیلی از دل مردها و از علم مردها فرق کننده است. شاید که زیارت های شما باز خیلی بدتر باشد، خیلی کارهای نادرستی را اطراف قبرها انجام تید. برای همین خواهرها قول متأخرین همین است که نرفتن شما به نماز جمعه بهتر است. خب قلندر و جمعگل از شهر استرخان 200 سامانی روان کرده است. خب و در حق بایف هم گفتن دعا کنید. خب یک برادر دیگه از شهر کلاب بهادر گفتگی در دوشنبه جراحی داشته همچی. خب و در حق عائله نمازخوانها دعا کنید. و برادرایی که سفری رسیه اینجا چند برادر از من خواهش کردن انا که ما سفرهای رسیه داریم، خدای مهربان سفرهاتون به خیر و باقرار کند و خدای مهربان از همه آفت و مشکلات شما را نجات دهد. خب السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خداوند در کارهای شما حسنات عطا بکند و علمتان را خداوند زیاد بکند. خب و دشمنان شما را در نقشه های کشیده خودشان هلاک بکند. من یک دانشجو از ناحیه تیمور ملیک در حق دوستم فرزند عمکم دعا میکردید که من در معرکه آن اشتراک کرده نتوانستم. و در سن 18 سالگی از دنیا گذشت و میگفتند که رسول خدا درباره جوان از دنیا گذشتن یگان سخن کرده است. و در حق عائله اکای نمازعلی دعا میکردید که خداوند صبر جمیل عطا بکندش. با احترام یک شاگرد شما از ناحیه تیمور ملیک. بله برادر عزیز و گرامی، اشتراک کردن در مصیبت ها به گردن هر کدام ما از جمله واجبات ایمان است. 6 حق یا 7 حق یا 5 حقی که در حدیث آمده است در گردن هر کدام ما و شما واجب است که اگر این 6 حق را اجرا نکنیم ما هم از جمله بنده های گناهکار خدا هستیم. یکی از آنها اشتراک کردن در معرکه مصیبت که در خاندان کدام از برادرای ما و شما می آید و وقتی ما و شما را که دعوت کردن، ما و شما را گوشزد کردن، امکانیت ها من باشد و نرویم، البته ما و شما از جمله گناهکارها هستیم. ولی خدای مهربان این دادر گذشته را از خدا خواهانی او هستیم که روحش شاد و قبرش را پروردگار پر نور بگرداند و باقی مانده همه جوانهای ما را خدا عمر دراز و تنی صحت و آینده نیک نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. یک دادرمان از ما هم سوال کردن که شما به جوانهای حاضره چی گفتنی ها دارید؟ برادرای عزیز و گرامی، من وقتی در راه می آمدم یک موی سفید به سوی یک جوان میگو که بچم همین سیدکه مرا تا پایان تر برداشته ببر. من نمیخواهم که برادر عزیز و گرامی جوانهای ما را گویند بد کنند. جوانهای ما باید ناگفته همون سیدکه را باید از دست پیران سالها گیرند. من جوان حاضره را میخواهم که در یک اخلاق حمیده بینم. جوان حاضره را میخواهم در یک گوییم که زیرکی ببینم. جوان حاضره را میخواهم که در یک روحیه خداپرستی و خداشناسی ببینم. جوان حاضره را نمیخواهم که یک آدمی تنبلی بی پروایی از علم دنیا و علم آخرت دور بودگی. این خیل جوان راستی بار همینطور نظرم به سوی این خیل جوان شاید که ناراحتانه باشد. برای این دادره عزیز پیامبر گرامی هم گفتند 7 طایفه در زیر عرش خدا، در زیر سایگی عرش خدا در روز قیامت است. یکی از اونها کیا است؟ شاب نشأ فی عبادت الله. جوانهایی که در راه خداوند نشأ و نما می‌یابند، در راه عبادت نشأ و نما می‌یابند. برای این جوانای عزیز جوانای با ادب باشین، بچهای بدفعل نباشین. بگذار شما را در هیچ جا تنقید نکنند.
در هیچ جا شما را مذمت نکنند، نگویند که بسیار بچه بدفعل است، بسیار بچه ناخوب است، بسیار بچه گویم دلگیر است و دیگر. نه از جانب پدر و مادرتان، نه از جانب همسایه‌داری هاتان شما مورد ملامت و مذمت قرار نگیرید. پیامبر گرامی که حدیث از انس روایت می شود، پیامبر گرامی گفتند ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید الله له من یکرمه عند سنه. این پیامبر گفتند کدام جوانی که اگر یک کلانسال حرمت میکند، دادرای عزیز شما کلانسال ها را بسیار دوست دارین، احترام کنین. سخن پیامبرمان هست کدام جوان پسر اگر یک آدمی کلانسال حرمت میکنی تو، ما اکرم شاب شیخا لسنی، به خاطری که او از سن سال از تو بلندتر است، به خاطری که سن سال او کلانتر است، تو وی را به خاطر سن سال حرمت کردی. خداوند که پیامبر گرامی میگوید خداوند قیض الله له من یکرمه عند سنی، خداوند میگفته است منم برای تو بر این جوانی که پیران سالها را به خاطر سین و سالی بلندشان احترام کردی، انسانهایی را می آفرم که تو را در سین سال پیری احترام میکنند. برادر عزیز و گرامی، خداوند برای تو احترام کننده های را می آفرد که تو را در سین سال پیریت احترام بکنند. الجزا من جنس العمل است، هر چیزی که کردی البته وای میگیری. برای این دادرای عزیز همیشه کلان سالها را در همه جا شما حرمت کنید. حتی در حدیث ها ببینید وقتی صحابه ها که در محاربه ها کشته می شدند، 10 100 هزارها کشته می شد، در قبر حتی ببینید که به سین و سال می گذاشتند، کدامش سین و سالش کلانتر است اول وی را در قبر می گذاشتند. یعنی همیشه سین و سال باید مورد احترام قرار گیرد. حتی رسول اکرم در حدیث می گفت لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا. شما ببینید از ما نیست، بگو پیامبر، امت ما نیست گفتند، میل ما به اون نیست گفتند پیامبر، آن کسی که خورده های ما در رحم نداشته باشد و کلان های ما را احترام نکند. برای این دادر عزیز ما شما را در این حالتی میخواهم بینم که همیشه جوانای با ادب و خوش اخلاق و خوش رفتار و همیشه دعای خیر کلانترها را شما جستجو کنید. شما کار خیر، کار ثواب خودتون جستجو کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از نام یک نفر پسر مخلص دائمی شما استقامت کننده ناحیه تیمور ملیک دهه چلچه، من از دههمان کوچیده روم، دههمان بر من معقول نیست. مردم دههمان میگویند که تو کوچیده نرو، از پدرم 2 آسیاب و یک مسلبایک و یک مگزین باقی مانده است، اما بر من قشلاقمان معقول نیست، میخواهم که در شهر کار کنم. نیز مردم قشلاق میگوید که تو چیزهای پدرت را نفروش، نرو که برکت نمیابی. پدرم از دنیا 4 سال میشود که گذشته است. من میگویم که خدا برکت را بدهد، در هر جایی که باشی میدهد. باز گفتند که ارواحها تو را نمیمانند. من میگویم که وقتی که انسان از دنیا گذشت، خواه جوان باشد و خواه پیر، دیگر چیزی دنیا در نزد او هیچ چیز نمیتابد، گرچه جهان در زیر دستش باشد. او در فکری او دنیاش هست که آیا نجات میافته باشد یا نه. میفهمونه که در این دنیا دنیای فانی بوده است، به خاطر همین دیگر فکر و خیالش چیزهایی کردهش نیست که میفروشد یا نمیفروشد. خب پدرم 2 کرته حاجی بودند. خب خیلی دادرمان بعضی چیزها نویسنده است و بعضی شعرها هم نویسنده است. آیا اینها راست است که من اینها را فروشم برکت نمیابم یا دیگر گفته؟ همیشه در مکتوبش گفته است. نه دادرای عزیز، هر چیزی که از پدرتون مانده است شما اگر وقتی که لازم میشود برای فروختن، شما فروختن بگیرین.
این نه برکت شما را دور میکند، نه ارواح پدر شما را ناراضی میکند. و چیزی هست که خوش به حال همون پدری که از او پدر چیزی به فرزند باقی میموند، که فرزند با از او را گرفته و چهار تنگه میکند، در حالت زندگی خود استفاده میبرد. برای این فروختن مال پدر، چیزی پدری که برای تو باقی مانده است، یگان ضرر زیانی ندارد. و حتی تو محل هم که اگر عوض هم که کنی، این ریسک به محل کار ندارد. در هر جایی که این ریسک ازلی است برادر عزیز، خداوند چیزی که در تقدیر تو کشیده باشی او را پروردگار برای تو میرساند. بسیاری از برادران را میبینیم که وقتی خانه هاشون در مصیبت میشود نمیمانندشون که حتی همون خانه ها را شکتور کنند، خانه ها را سفید کنند. خب نکنین گفته، یا که یگان تغییراتی اگر میخواهند که همون خانه های کهنه ای که از پدر و مادرش مانده بود، خب همونا را میخواهد که یک ترتیب نو و تازه درارن، اجازت نیست. مثلا این از دست پدر است، این از فلان است گفته. این دادرای عزیز اینا غلط هستند، اینها در اون قدری بد ما داده نشویم. برای من هر کاری که میکنی شما کوشش کنین که در حال حیات همون دل پدر را به دست بگیرین، دعای پدرتون گیرین، بعد سری و چیزی که به شما میماند میفروشین، خانه‌ش چپه میکنین، از سری نو میاندازین، یگان ضرر زیانی ندارد برادر عزیز. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، در بین مردم عادت شده است که هر شخصی به نمازخوانی شروع میکند یا با راه اسلام میرود او را ملا یا داملا میگویند. این درست است یا نه؟ و کی را باید این خیل نام برد؟ التماس روشنی اندازه. برادر عزیز و گرامی، ولی به خاطر مثال احترام یا به خاطر یک اشاره به سوی یکدیگر ما داملا میگوییم یا بابای ملا میگیم یا بابای صوفی میگیم یا بابای شیخ میگیم یا بابای ایشان میگیم، یک به خاطر یک احترام کردن و به خاطر مثال اکنون گویم امیر همچی یک حرمت میدانیم. ولی هر یک این عنوانها به خودش صاحب دارند. البته هر کس هم داملا نیست. ما میبینیم که اگر همون آدم آداب خوب دارد، دین دارد، اسلام دارد، محبتی به دین دارد، اگر ما بابای داملا گوییم، بابای ایشان گوییم، اینجا البته ما زلال نمیکنیم. ولی وقتی بینیم یک آدم بیرهی، فاسق، فاجری، بینمازی گوییم که تماما به خدا آشنا نه، و بعد اگر ما این عنوانهای خوب دینی را اگر در او حواله کنیم، البته اینجا در این تحقیر است. این تحقیر به یک اهل علم است، تحقیر به همون داملاها و تحقیر به همون بابای شیخها و مولویها هست. برای من هر کسی که ارزنده است میبینیم ما با او کس همچی یک برادر حواله کردیم میلش، ولی اگر ارزنده نباشد باید که ما اینها را در راست اونا روا نبینیم. خب السلام علیکم بابای حاجی، برای چی در اینجا خب 3 سوال آمده است. برای چی در نماز جمعه 2 بار اذان داده می شود؟ البته یک نماز مثال اذان در دوره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک اذان بود، ولی وقتی که دوره حضرت عثمان آمد رضی الله عنه که خیلی گوییم انبوه مردم زیاد شدند، قبیله ها خیلی زیاد شدند، باز دویم اذانم از دوره حضرت عثمان رضی الله عنه برای ما و شما چی شد؟ برای ما و شما سنت کردید. چگونه ای که پیامبر گرامی میگوید که چنگ به سنت های من زنین و به سنت های چهاریاری من زنین. و در دوره حضرت عثمان این اذان دویم هم که همچون مشروع شد، زین خاطر تا این زمان ما و شما تا قیامت این رفتن میگیرد که 2 اذان داده می شود. خب عاقبتش چی می شود که در بسیاری قشلاق‌ها ترکه را شخصانی میکنند که از علم فرایض درک ندارند. اکنون همون ترکه هایی که دادرای عزیز همون قدر علم داشته باشد که
همون حصه های هر یک کس را تقسیم کرده تواند از همون علم فرایض، از کتاب فرایض اینقدر درک داشته باشد که به مرد چه مقدار، به زن چه مقدار میرسد. همین ها را اگر علمش داشته باشد و از یگان اهل علم پرسیده باشد، خب اگر نباشد کسی از اهل علم، همون رفته و همون دانستگی و خواندگی و شنیدگیش اجرا کند خوب است. ولی اگر در حالتی که عالم ها وجود داشته باشند ولی شخصانی که همین علم فرایض نخواندند اونها را بریم، اگر مثل همون می شود که ما در جماعت ما یک عالم داریم ولی یک جاهل پیش میگذرانیم. برای همین کوشش کنیم که البته همون کسانی که دارای همین علم فرایض است ما از ایشان استفاده بریم که تا که همین علم اونها البته خوبتر و نقصتر میدونه. زیرا بعضی مسئله های نازک در داخل هست که بسیار مسئله های هستند که بعضی فرزندان مثال گویم دینشان تغییر دادن، بعضی فرزندان هستند که عاق پدر و مادر شدن، کنی به اینا چی مثال چی خیلی حق میرسد. گفته بسیار نازکی های دارن، از اینا باید که البته همون شخصی که طریقه را میکند باید آگاه باشد. خب السلام علیکم داملای محترم. سوال من در محله را نامش نمیگیریم. اینجا یک محله آمده است، عائله بیمار است، از یک محله دیگر یک داملا را آوردند، دعا خواند و از بدن بیماری ما خب در آب جن را کشت و در دستش پشم گرفت. گفت که جنها را کشتم، من را باورم نه آمد و گفت که هر یک جینش 50 سامان می ایستد. گفت من نواسه فلانی هستم. خیلی نامشون حتی گرفتن همینجا. انا اکی خیلی بسیار دادرای عزیز، همون مثل همون یک بار دیگه من در یک خانه مهمان شده بودم دوشنبه، در یک خواهر وقتی که نسخه تومور شو آورد، نسخه تومور آورد 3 نسخه تومور داشته است. هر کدام همون با خودش نرخ الهیده دارند، هر کدام همون نرخ الهیده دارند. ولی اینا برادر عزیز فقط همون گویم که خواهشات خود همون انسان ها است. این به شریعت یگان گویم نزدیکی ندارن. هر کاری که انسان ها میکنن از برای نفس خودشان میکنن، از حساب نفس خود میکنن، مگر که در راست همون دعاخوان ها و در راست همون اهل علم. البته این فقط چی است؟ یک بدنام کردن، یک سیاه کردنی، یک توده باز برادرایی که اهل علمند. و الا برادرای عزیز هر کسی که مثال دعاخوان است، ولی همین دعاخوانی هم اگر از برای خدا نباشد و در همون ذهن هم که اگر گویم همون برداشتن پول باشد یا درآمد باشد، همون بیماری هم شفا نمیاد دادر عزیز. یک بار از ضرر میکنی فایده نمیکنی. بسیاری وقت ببینیم برای چی به تاثیر میمانند، برای چی آیت قرآن در بیماری ما و شما تاثیر نمیکند. این از حساب همون است که خود همون خواننده چی است؟ خالص از برای خدا نیست. مثل که حالی در مکتوبه ها می آید که در ظرف آب میگیرن، مثال بیمار را میخوانن، همون آب سرخ می شود، میگن همه همی خونی جین است، ما چندین جین نابود کردیم. برای همین هر کسی که اگر شما میبینید که همین حالت ها را میکند، همه این سحر و جادو اند. شما اینها را در بیماری ها تا نیاریم، برعکس اونا خودشان دارای جین هستند، اونا خودشان با بیماری های شما را ضرر میرسانند. برای همین همون شخصانی که مثال برای بیماری های شما رقیه میخوانند، برای جن ها را نابود کردن، فقط همون را در بالای بیماری های شما میدمند. بینیم بسیاری همون جن ها در گفتگو میآیند، بسیارشان مسلمان میشوند میروند، بسیارشان گویم که از وجود همون کسلی های ما و شما بیرون میشوند. ولی او شخصی که دعا میخواند و جین میبیند و خواب میگد این خونی جین است، این دروغ از دادر عزیزی را باور نکنید. این مردم ما و شما بسیار بسیار عقیده که نداریم، پایه دینی که نداریم، همه فریب من میکند.
شخصانی پیدا شدن که خانه های شما دا میگن تو را بستن، تو را پیش کارت بستن، میارید 10 تومار از داخل خانه هاتون جمع میکنن، فریبتون میکنن، هر گونه سحر و جادو را استفاده میبرن. اگه خدا پرده کنه ای او دجالی که ولی وقتی که او ظهور کنه و در یک دستش جنت و در یک دستش اگر دوزخ نشان تید، خدا میداند این مردم مسلمان بی عقیده همه پیروی هم دجال نشود. امروز یک عادی ترین کاری سحری که تو با چشم میبینی با او قائل میشه و با او فریفته میشه و با او داده میشه. ولی از این سحرهای کلان ولی بعضی اونا یوگا میکنن که یوگا است یوگ. ولی شما میدونید که همونا یک چند دقیقه به تکیه دست در آسمان هم تمیستن، او دین ندارن، او تمام دین ندارن، چند دقیقه همین خیلی آسمان دمیستن. اگر هموا را بینی و با پیروی باشه بگویی را ببین به تکیه در آسمان سادگی ای برای با همون مرید شاگرد چه حالا چی میشه؟ برای این بسیار زیرک باشین دادر عزیزان. همه اینا جادو، همه اینا فریب و اینا مثل که همین دادر امام نویسد، این ادرس هاش هم نویسانده است، همه چیزهاش را در اینجا بیان کرده است. ببینید اگر شما را فریب کند که مثال همین کسلی شما 10 جین داشت، 50 سامانی 500 سامان میتی مثال تمام به همین جان تو از ما خلاص، کسلی 100% میشود. ببین 500 سامانی تو بیهوده میرود و عقیده تو خراب، بیماری تو هیچ وقت درست نمیشود. اینا را باور نکنید دادر عزیز. هر کسی که همین خیلی حیله و نیرنگ میکند اینا را شما باور نکنید. خب این اینجا دامون سوال بود است. خیلی نمیخوام همون چیزی که من قبلا گفته بودم در همون خب السلام علیکم داملا، من یک مخلصی اشدی شما هستم. اگر زن بگیری و زن نادختر براید آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشند. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها عالم هاشون کتاب ها آورده دادستند. حاضر میگن در گازیت اسسر خوندیم، در یک مقاله گازیت اسسر یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب علکه شده تمام شده است که فقط دلالتشان بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اگه ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشین، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشه. چگونه که اون مردم عقیده شان همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمان مخیر، ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینید جوانای ما آنقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن پیش از زن گرفتن میپرسند کنی این دختر از چه خیل دختر بود؟ آیا دخترای کوچه‌گرد نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسند این از حساب چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه‌ها، ننگ دارن بچه‌ها، ناموس دارن.
ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیب او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیه کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبختی بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اکو مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی، مثلا تو از جمله دیوسان نمیشوی. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای و غیرت ندارد، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای و غیرت ندارد، پیش راه او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره راه هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم، چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید، آخی نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخی یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچ هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما، همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میماند؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میمانند؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لوچ بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرف هموای، معلم هم نگاهش به سوی هموای. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادرای عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها در اهمیتی هستند تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه‌های دوست و رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خداوند شما را در حفظ خودش نگه دارد. یک گروه برادران از مسجد یوژنی و مسجد آرام و از بازار کاروان با پول و مال لباس ها چرمگرایی که آب زده کمک کردند. از شما خواهش کردند که در حقشان دعا کنید با همراهی جماعت. و غیر این برادرایی که من نامهاشون نخواندم، بسیاری از دیروز از مسجد
از بازار فراوان و از دیگر جایهایی که مردم این خبر شنیدن، همه با همو قدرت و امکانیتی که دارن آمده به این مردم یاری میرسانند. خداوند در این کمک شما خداوند برکات یاد و خدا عزت شما را بازم در دنیا و در آخرت بلند بگرداند و خیر احساناتون خداوند قبول و همه آن بندگانی که در این مصیبتی که بالای اون مردم آمد جان خدا دادن، خداوند روحشان شاد و قبرهاشان خدایا پر نور و صبر جمیل خدا در دل همه این آفت زدگاه خدای مهربان نصیب روزی بگرداند. آمین یا رب العالمین. یک شکایت هم از یک برادر بر من امروز شد که در همون نماز جمعه اعلان کنین که در همون میدان هایی که مردم زیر پلتکه خوابن میگن که 6000 آدم همونجا نان میخورن، گویم که 9 دیگ بود حاضر 15 دیگ میمونه نمیرسد. ولی متاسفانه میگن در برابر همین شخصان الهیده که نه ضرر دیدن نه زیان دیدن در کاسه و آب همونا شریک کردن خودشان. یعنی در همو جایهای رفتن حتی در همونجا 3 وقت خوراک میتید هم بعضی بیناموس وجود داره. آخه همه حق خورها در همه جا وجود دارد، خودشان در حق یک آدمای شریک میکنن که آخه از حق او را خوردن در همو نجاست فرزند تبخیری میلیون بار بهتره. او بیچاره در کدام حالت قرار دارد. برای همین بسیاری از میخیل شخصیت ها هم در همونجا از همین حالت ها استفاده میبرده هم رفته در همون خوراک که همونا شریک میشوند. دادره عزیز این کاری خوبی نیست. حق اونها را خوردن هم در حق اونها شریک شدن هم این نشانه ایمانداری هم نیست، یک بیننگی و بیناموسی های. برای من بگذار همون بیچاره غم خودشان اخرن، بگذار همون بیچاره در همون مصیبتی که خدا آورد ازشان همون در یک شکرگزاری خودشان نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برادرم حاجی میرزا، من یک ساکن شهر کولاو میخواهم از شما فهمم که آدمیزاد هنگام حیات به سر بردن میتواند که به طاعت و عبادت خود ارواحهای گذشته خود را در آن دنیا نجات دهد. با احترام یک برادر اسلامی شما. این خیلی از برادرای عزیز و گرامی که عقیده اهل سنت و الجماعه بر همین است که صدقاتی که ما میکنیم، دعا و درودی که ما میکنیم برای گذشتگانمان البته بر روح ایشان میرسد. این عقیده اهل سنت و الجماعه بر همین است. چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگفت اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث. اگر وقتی ما و شما دنیا را پدرود میگوییم نامه اعمال ما و شما پوشیده نمیشود. از کدام آدم ها؟ از انسان هایی که یکم صدقه جاریه دارند. کسی صدقه جاریه میکند و یا نامه اعمالش خدا نمیپوشد، تا روز قیامت ثواب همو رسیدن میگیرد. همین دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر همین میکند که ثواب خیر احسان ما بر روح گذشته های ما میرسد. دوم پیامبر گرامی گفتند که هر کسی که علم دارد و علم خدا چنان استفاده میبرد، چنان به گوش مردم میرساند که دیگرها از این علم نفع میگیرن، فایده میگیرن، تا وقتی که همون کسی که به گوش مردم رسانید تا روز قیامت نامه اعمال او را خداوند پوشیده نگه نمیدارد، بلکه آن مردمی که از او استفاده بردن ثواب در نامه اعمال او رفتن میگیرند. یا اولد صالح یدعو له، یا کسی فرزند خوبی را باقی میماند، فرزند نیکی را باقی میماند. این آدم هم در خانه قبرش هم که باشد فرزندای خوب که در حیات دارد نامه اعمالش خداوند نمیپوشد. این حدیث دلالت بر اون میکند که ثواب طاعت و عبادت ما بر روح مرده های ما میرسد. برای همین البته ما در حق پدرهامان، در حق مادرهامان، در حق فرزندامان اگر خیر احسان هایی که از روی امکانیت مان، از روی شرایط مان وقتی که میکنیم
پس البته به روحی ایشان میرسد. یا دعا و درودی که میکنیم به روحی البته مرده های ما و شما اینها میرسند. این بود برادرای عزیز چند مسئله هایی که الحال برای من دادن که جوابش گویم. خدا خواهد من جمعه های آینده درباره سوال هایی که پیش من خیلی زیادن جواب اونها را میگردانم و بعدا خدا خواهد که از من خواهش کردن درباره دروغ و آفت او و جرم او که دروغ گفتن چه گناهی دارد. خدا خواهد من برای شما درباره موضوع دروغ گفتنم و گوش شما انشاءالله میرسانم. خب السلام علیکم بابای حاجی میرزایی نه الحال دستی مداوردن. من موسفید 79 ساله بابای اسرائیل از نایه فرخار مدت 50 سال است که روزه دارم، اما علمای ناحیه در این عقیدند که روزه‌داری هم نادرست است. التماس نامه را در بین خلق خوانید که در کسیت ثبت شود. من انتظارم بابای اسرائیل. بابای اسرائیل خدا نگه داره. روزه‌داری بر دوام برادرای عزیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث‌های مبارک گفتند که ماها را منع کردن از روزه وصال، نه عن الوصال. پیامبر گفتند شما باز داشته میشوید از وصال. روزایی که پی در پی باشد ماها را روزه گرفتنش پیامبر اجازت نمیدهد. یعنی همین خیر روزه هایی که سالهای طولانی روزه گیریم از این خیر روزه گرفتن پیامبر گرامی ما را منع کردگی هستند. برای همین بابا اسرائیل خدا عمر تیاد باز با خدا برکات تیاد. خدا این عبادت را که تو شاید که از روی نشونیده باشی و انجام میتادی خداوند اکو قبولش کنه و بعد آن که علمای شما گفته باشند از روی حدیث پیامبر گفتند شما میتونین که موافق حدیث رسول اکرم روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرید. هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه بگیرید. موافق حدیث تو میتوانی که روزی 13 14 15 هر ماه که را ایام 20 میگویند این روزه بگیر. این موافق حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و همچنین اگر این قدر گویم که خواهشات و دوستداری تو در روزه بیشتر باشد تو مثل روزه حضرت داوود بگیر علیه السلام که یک روز روزه میگرفت یک روز روزش هم میخورد. بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که 3 نفر نزد پیامبر گرامی آمدن، یکی گفت من تماما شبها خواب نمیکنم، یکیش گفت که من تماما زن نمیگیرم، دیگرش گفت که من تمام عمر روزدار میگردم. ولی پیامبر گرامی آمد گفت کی بود آن 3 نفری که شما بودین آن 3 نفری که خانه من رفتین و به خود تصمیم گرفتین که من تا آخر حیات زن نمیگیرم، اینش تا آخر حیات روزدار میگردم و تا آخر حیات با زن خود خانه‌داری نمیکنم. پیامبر گفتند که من رغب عن سنتی فلیس منی. من که پیامبر شما هستم از شما را دیده از خدا بیشتر میترسم، ولی روزه میگیرم باز روزه من میکشایم. ببینین زن میگیرم با زنم خانه‌داری میکنم، گاه شب خواب نمیکنم گاه شب خواب میکنم. پس اگر کسی از این سنت های من پشت گرداند وای از ما نیست گفتند. برامین بابا اسرائیل خدا بازم عمر تیاد تو میتونی که روزه حضرت داوود علیه السلام را گیری. پیامبر گفت که اگر بسیار شما بر روزه این قدر محبت داشته باشین روزه حضرت داوود علیه السلام را گیرین. یک روز روزه بگیرین یک روز تنفس کنین، یک روز روزه بگیرین یک روز تنفس کنین. این گفت بهترین روزه است. این خیلی پی در پی روزه نگیرید. خب برادر حاجی سید محمود پسر بابای حاجی حسین کمکی در مسجد نمودند. خداوند بابای حاجی سید محمود دولتی پیری و بابای حاجی حسین
خداوند دولت پیری و امام ایمان کامل و حاجی سعید محمود و دیگر برادراش خدا از همه آفت ها نگه دارد. با دعوت شما برادران کمک برای مردم شهر کلوب به مسجد آوردم. از نمازخانه های مسجد برده سپاریدیم. خداوند همه اون برادرایی که با دلالت بنده کمک آوردن برای این مردمی ضرر دیده، خداوند این خیر احساناتون قبول بگرداند. از شنبه مسجدها به مسجد ما برای آفت زده ها کمک آوردن. از مسجد 65 شهر دوشنبه خدای مهربان قدماتون حسنات و خدای مهربان عمرهاتون دراز و وجودتون خداوند بیغم بگرداند. در حق کسانی که در صندوق خیریه خیر میکنند دعا کنید. برادر عمر از مسجد ما خب میل تحصیلی دانشگاه طبی دارد، دعا خواستند. خداوند همه اون دادرها و همه اون برادرایی که امروز اراده خواندن دارند، خداوند در علمشان برکات و ذهنشان زکی و فهمشان خداوند کامل و همه بندگانی که امروز دست به خیر دارند، اراده به خیر دارند، خواهشی به خیر دارند، خدای خیر احسان هاشون قبول و خداوند خاتمه کار همه ما بندگان را به خیر ایمان هامون خدای با سلامت نگهداری. آمین یا رب العالمین.